و با سر پویه دخترش از انبار اومد بیرون. سلام، چطورین سلاطین بزرگ؟ خوش اومدین به ویدیوهای جدید چنل خودتون. امروز اومدیم با داستان پدری که روی دخترش فن فینیشر رو با داغ زد. خیلی خوشحال میشم که قبل از ادامه داستان یه کامنت دلی برامون بذاری، اون بیلاخ پایین سفر رو برامون آبی کنیم. داستان امروز ما داخل شهر زیبای گیلان اتفاق افتاده. فعلا داخل داستانمون 3 تا کاراکتر اصلی داریم: رومینا اشرفی، رضا اشرفی و بهمن خاوری. رومینا اشرفی قبل از 13 سالگی عاشق پسر 28 ساله‌ای به اسم بهمن میشه. بعد وقتی که میره این موضوع رو به پدرش میگه، پدرش مخالفت میکنه، به خاطر اینکه عقاید مذهبی و دینی این 2 تا خانواده اصلا به هیچ شباهت و نزدیکی نداشته. تو 28 اردیبهشت 1399 این 2 تا میبینن که چاره‌ای جز فرار کردن ندارن، برای رسیدن به هم فرار میکنن. صبح روز بعد از فرار کردن این 2 تا پدر میره که این 2 تا رو بیدار کنه، اما میبینه که جا تره و بچه نیستش. بعد از اینکه جیباشون رو زیر مبلا رو میگردن، رو به همسرش میکنه و میگه که چیکار کنی؟ بعد از این مدت گشتن یادش میاد که دخترش با یه پسری رابطه عاشقانه داشته و فکر میکنه که شاید اون پسره دخترش رو دزدیده باشه و میره از اون پسره شکایت میکنه. و بعدش پلیسا مثل چی میگردن و این 2 تا رو پیدا میکنن و جفتشون رو بازداشت میکنن. رومینا برای اینکه پدر مادرش ماتحتش رو پاره نکنن خونه نمیره. وقتی که پلیسا این خبر رو به پدر و مادر رومینا میرسونن، اونا پلن جدید میریزن روی رومینا تا اونو به خونه بکشونن. برای اینکه نقشه‌شون عملی کنن میرن سراغ خاله رومینا. چرا؟ چون که اون مورد اعتماد رومینا بوده و رومینا اونو خیلی دوست داشته و به حرفاش گوش میکرده. این خاله با رومینا تماس میگیره و بهش میگه که پدر مادرت با ازدواج شما موافقت کرده و اینجا براتون سفره عقد آماده کردن. رومینا که تو واسنش عروسی شده و همه سوراخاش باز شدن میره. با اینکه مراسم سوری بوده یه عقد سوری میارن و اونجا یه عقد سوری میخونن. بعد از تموم شدن و یه سره شدن داستان عقد کردن این 2 تا، شب و خونه یکی از اقوامشون توی شهرستان آستارا داخل گیلان میخوابن و صبح روز بعد به سمت شهرشون میرن. و در 1 خرداد همون سال که پدر رومینا نمیتونه این بحث الکی رو ادامه بده، میخواد که دخترش رو خفه کنه و موفق نمیشه خوشبختانه. بعد از اینکه میبینه این پروتر از این حرفاست و خفه شدن نمیره، یه داس از روی میز ور میداره و گردنشو با داس میبره. و چند دقیقه بعدش همسایا با شنیدن آه و ناله مادر رومینا از خونه‌شون میان بیرون که ببینن چه خبر شده و میبینن که رضا اشرفی دخترشو کشته. و به گفته شاهدین این قضیه، رضا اشرفی بالا یه جای بلند وایساده بوده و سر مبینا و داز و دستش گرفته بوده و داد میزده غیرت منو ببینید، دختر خودم رو کشتم. بعد پلیسا میریزن و رضا رو دستگیر میکنن و میبرن هلوفدونی. و در 7 شهریور همون سال خبر محکوم شدن رضا اشرفی به 9 سال حبس رو میارن. دینگ دینگ دینگ، داستان ما به اتمام رسید. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. و خیلی ممنون میشم که نظرتون رو برام در مورد این کار رضا اشرفی کامنت کنین و اولین نفر خودم نظرمو میگم. ببینید اصلا این که مبینا با بهمن ازدواج کنه ربطی به پدر مادرش نداشته، مخصوصا پدرش، چون قرار بوده که مبینا با بهمن ازدواج کنه، نه رضا با بهمن. به خاطر همین پدرش کار اشتباهی کرده. باش راحتش کن.